تا حالا شده وارد اتاقی بشید و کاملا یادتون بره برای چی اومده بودید؟ یا اسم کسی رو که همین 10 ثانیه پیش باهاش دست دادید فراموش کنید؟ نترسید، شما خنگ نیستید و آلزایمر هم نگرفتید. خبر بد اینه که دارید از مغزتون اشتباه استفاده میکنید. اما خبر خوب، مغز شما یه سخت افزار ثابت نیست. علم جدید ثابت کرده که شما میتونید همین الان دقیقاً مثل یه عضله بخش حافظه مغزتون رو بزرگتر و قوی‌تر کنید. امروز قراره با هم مغز شما را دوباره سیم‌کشی کنیم. آماده اید؟ سلام به رفقای کنجکاو. خوش اومدید به جایی که قراره پتانسیل واقعی خودتون رو آزاد کنید. ببینید، قدیما دانشمندا فکر می‌کردند مغز ما مثل سیمان خشک شده است، یعنی بعد از کودکی دیگه تغییر نمی‌کنه. اما این بزرگترین دروغ علمی قرن بود. امروز می‌خوایم درباره نوروپلاستیسیتی حرف بزنیم. یک کلمه قلمب سلمبه است که معنیش خیلی ساده است. مغز شما پلاستیکیه، یعنی منعطفه. امروز قرار 7 راز بزرگ رو بهتون بگم که ترکیبی از عصب شناسی، رژیم غذایی عجیب و تکنیک‌های جاسوسی برای حافظه است. ما قراره یاد بگیریم چطور سوخت جت توی باک مغزمون بریزیم و چطور با تکنیک قصر حافظه دیگه هیچ وقت هیچی رو فراموش نکنیم. همین الان یه نکته طلایی بگم که تا آخر ویدیو شارژ بشید. مغز شما 80% آبه. اگه الان تشنتونه، حافظتون 20% ضعیف‌تر کار میکنه. پس همین الان یه قلوب آب بخورید تا بریم سراغ راز اول. بیایید با یه حقیقت عجیب شروع کنیم. مغز شما نیاز به کود داره. بله، درست شنیدید. توی علم عصب شناسی بهش میگن BDNF. این یه پروتئینی که مثل میراکل گرو یا همون کود تقویتی برای نورون‌های شماست. وقتی سطح BDNF پایینه، شما مه آلودید، یادگیری براتون عذابه و خطر آلزایمر بالاست. اما وقتی بالاست، شما سریعید، تیزید و اطلاعات جدید رو مثل اسفنج جذب می‌کنید. حالا چطور این کودو بسازیم؟ داروخونه لازم نیست. 2 راهکار رایگان داره. اول، ورزش هوازی که عرقتون رو در بیاره. و دوم، روزه متناوب یا فاستینگ. وقتی به بدنتون یه شوک کوچیک گرسنگی یا فشار فیزیکی میدید، مغز برای بقا شروع میکنه به ترشح BDNF تا اتصالات جدید بسازه. پس دفعه بعد که دارید میدوید و نفستون بند اومده، بدونید باهوشتر میشید. اما صبر کنید. حتی اگه مغزتون رو با BDNF بمبارون کنید، اگه مصالح درست رو بهش نرسونید، هیچ فایده‌ای نداره. تصور کنید یه فراری $300,000 دارید. آیا توش نوشابه میریزید؟ معلومه که نه. مغز شما گرونترین ماشین دنیاست. فقط 2% وزن بدنتونه، اما 20% انرژیتون رو میبلعه. 60% مغز شما از چربی ساخته شده، اما نه چربی دور پیتزا. ما درباره امگا 3 حرف میزنیم، مخصوصا نوع DHA. این آجر اصلی دیوار سلول‌های مغز شماست. ماهی چرب، گردو، دانه کتان. اگه اینا رو نخورید، دیواره مغزتون شکننده میشه. و حالا قاتل اصلی، شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده مثل نان سفید باعث التهاب مغز میشن. التهاب یعنی مغزتون ورم میکنه و عملاً هیپوکامپ یعنی همون مرکز حافظه کوچیک میشه. پس هر بار که اون دوناتو میخورید، دارید یه تیکه از مخاطر آینده‌تون رو پاک میکنید. پس از فردا صبح گردو و بلوبری رو جایگزین نون و پنیر خالی کنید. بلوبری و توکا بمب آنتی اکسیدانن که زنگ زدگی مغز رو پاک میکنن. خب، سخت افزار رو روغن کاری کردیم. حالا بریم سراغ نرم افزار. تا حالا دیدید بعضیاتون مسابقات حافظه ترتیب 5 تا دست کارت رو حفظ میکنن؟ فکر میکنید نابغه‌ان؟ نه، اونا فقط از یه حقه قدیمی استفاده میکنن به اسم قصر حافظه. مغز ما برای حفظ کردن کلمات افتضاحه، اما برای حفظ کردن مکان و تصاویر عجیب عالیه. بیایید امتحان کنیم. فرض کنید باید این 3 تا چیز رو بخرید: شیر، باتری، جوراب. حالا چشاتون رو ببندید. تصور کنید وارد خونتون میشید. جلوی در ورودی یه گاو بزرگ ایستاده که داره شیر میدوشه روی فرش. تصویرشو دیدید؟ حالا میرید تو پذیرایی. میبینید کنترل تلویزیون داره از دهنش اسید سبز میریزه بیرون چون باتری نداره. و بعد میرید سر یخچال. میبینید جای دستگیره یه جوراب بوگندو آویزونه. این تصاویر مسخره هیچ وقت از یادتون نمیره. دفعه بعد که میخواید درس بخونید یا لیستی رو حفظ کنید، اونها رو تو نقاط مختلف خونتون جاسازی کنید. هرچی تصویر عجیب‌تر، حافظه قوی‌تر. اگه تا اینجا از این تکنیک خوشتون اومد، همین الان اون دکمه لایک رو بزنید تا به الگوریتم یوتیوب نشون بدیم ما داریم باهوشتر میشیم. میرسیم به بخشی که اکثر شما نادیده میگیرید و همین باعث میشه تمام تلاشاتون هدر بره. خواب.
میدونستید مغز شما سیستم فاضلاب داره؟ اسمش سیستم گلیمفاتیک هست. وقتی بیدارید سموم متابولیک بین سلولهای مغزتون جمع میشه. دقیقاً مثل زباله‌هایی که توی کوچه جمع میشه. وقتی میخوابید سلولهای مغز 60% کوچیک‌تر میشن تا مایع نخاعی با فشار رد بشه و این آشغال‌ها رو بشوره ببره. اگه کمتر از 7 ساعت بخوابید این شستشو کامل انجام نمیشه. نتیجه صبح با مغزی بیدار میشید که هنوز پر از زباله‌های دیروزه. و اما بزرگترین دشمن حافظه در قرن 21 مالتی تاسکینگ یا چند وظیفگی. شما فکر میکنید زرنگید که همزمان هم پادکست گوش میدید هم اینستاگرام چک میکنید، اما علم میگه شما دارید حافظتون رو نابود میکنید. وقتی چند تا کار رو با هم انجام میدید اطلاعات به جای اینکه بره تو هیپوکامپ یا کتابخونه مغز میره تو جسم مخطط یا استریتم. جسم مخطط مال عادت هاست نه یادگیری. برای همینه که یادتون نمیاد تو اون پادکست چی گفتن. تمرکز روی یک کار کلید طلاییه. حالا که تمرکز کردید، چطور مطمئن بشیم مطلب نمیپره؟ از قانون تکرار با فاصله استفاده کنید. مغز ما طوری طراحی شده که سریع فراموش کنه. اگه امروز چیزی یاد گرفتید، فردا مرور کنید. بعد 3 روز بعد 1 هفته بعد. این وقفه ها باعث میشه مغز مجبور شه زور بزنه تا اطلاعات رو بازیابی کنه و همین زور زدن یا همون اکتیو ریکال هست که حافظه رو بتونی میکنه. دوباره خوندن متن کتاب فایده نداره. کتاب رو ببندید و از خودتون بپرسید چی یادم موند. بیایید یه جمع‌بندی سریع بکنیم. مغز شما یه ماشین فوق‌العاده است که قابلیت آپگرید داره. 1. با ورزش و فستینگ بهش کود BDNF برسونید. 2. با امگا 3 و حذف شکر موتورش رو سالم نگه دارید. 3. با خواب کافی هر شب آشغال‌ها رو دور بریزید. و 4. با تکنیک‌هایی مثل قصر حافظه و تکرار با فاصله اطلاعات رو هک کنید. چالش 30 روزه من برای شما اینه: از امروز روزی 30 دقیقه پیاده روی سریع کنید. یه مشت گردو به صبحانه‌تون اضافه کنید و هر شب نیم ساعت قبل خواب گوشی رو بذارید کنار. به همین سادگی. بعد از 30 روز برگردید و زیر همین ویدیو بنویسید که چقدر حس حالتون عوض شده. اگه میخواید نه تنها حافظه بلکه قدرت تمرکزتون رو هم 100 برابر کنید، ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید و ما رو سابسکرایب کنید. یادتون نره مغز شما ارزشمندترین دارایی شماست. مراقبش باشید.